300 سال پس از درگذشت فردوسی در دوره ایلخانان مغول، نخستین شاهنامه مصور با 180 نگاره در تبریز ساخته شد. از این نسخه فقط همین یک قطعه عکس باقی مانده است. ژورژ دموت، یک عتیق فروش پاریسی، اواخر دوره قاجار این شاهکار را خریداری و برگ‌هایش را پاره پاره کرد. مینیاتورها را به موزه‌های دنیا فروخت و اشعار را دور ریخت. از آن 180 نگاره حالا فقط 72 نگاره شناسایی شده است. این نسخه یک نسخه پاره پاره است در سراسر دنیا. مهمترین کتابخانه‌ها و موزه‌های جهان اوراق این شاهنامه را در اختیار دارن و خوشبختانه ما هم در ایران یک برگ از این نگاره‌ها رو داریم که در موزه رضا عباسی خودمون نگهداری میشه. شاهنامه مصور ایلخانی کار گروهی خوشنویسان و نگارگران ایرانی است، در زمانی که سنت کارگاهی در هنر ایران رواج داشت. یه سنتی برقرار شد که بعد از اون تمام پادشاهان ترک و مغول بعدی هم یه شاهنامه به نام خودشون درست بکنن و این باعث شد که اصلا متن شاهنامه تکثیر پیدا کنه و بمونه و به تبع اون شاهزاده‌های تیموری نسخ مصور نظامی رو درستن، خمسه نظامی و اشعار امیرخسرو دهلوی و دیگران. این نسخه شاهنامه به گفته پژوهشگران ارزشمندترین اثر نگارگری مکتب تبریز ویژگی‌های دیگری هم دارد، مثل کنار هم قرار گرفتن نگارگری ایرانی و هنر نقاشی چین، نقوش سنتی و معماری ایرانی در کنار چهره‌نگاری‌های هنر چینی. ما از دوران خودش فردوسی که شاهنامه‌ای نداریم. قدیمی‌ترین نسخه شاهنامه‌ای که تا به امروز به دستمون رسیده شاهنامه معروفی است که در کتابخانه فلورانس نگهداری میشه که فقط متنه، فاقد تصویره. اما نباید فراموش کنیم که نقش وزرای ایرانی مثل خواجه رشیدالدین فضل‌الله که با آگاهی خودشون این پروژه رو ایجاد کردن و حمایت کردن رو نباید نادیده گرفت. حالا نخستین بار در ایران تصاویر شاهنامه ایلخانی که در دنیا به شاهنامه دموت هم شناخته می‌شود، یک جا و در یک کتاب گردآوری و منتشر شده است. جنگ بهرام گور و اژدها، نگاره رستم و شغاد، اسارت اردوان به دست اردشیر، قتل اسفندیار به دست رستم و رزم فریدون با اژدها از نگاره‌های معروف نخستین شاهنامه مصور ایلخانی است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.